سلام، اینجا کرای بیبیه و میخوایم در مورد مجازات اعدام در برابر حبس ابد بدون آزادی مشروط صحبت کنیم. مسیرهای متفاوت کره جنوبی و آمریکا رو بررسی میکنیم. یه نگاه ریزم میکنیم به نحوه برخورد ایران با این مسائل. کره جنوبی تو کره مجازات اعدام تو قانون وجود داره. طبق آخرین آمار سال گذشته 59 نفر تو صف اعدام بودن. جالبیش به اینه که از دسامبر سال 1997 تا به امروز هیچ اعدامی صورت نگرفته، هیچ کس نشده. خب به خاطر همین نظریه پردازا کره رو حذف طلب اعدام میدونن، ولی خب طبق قوانین به طور رسمی اعدام وجود داره. حتی دادگاه قانون اساسیشون تو سال 1996 و 2010 تایید کرده که اعدام دارند و مردم عادی همچنین به حفظ اعدام تمایل دارن، اما به عنوان یه جایگزین اعدام به حبس ابد بدون آزادی مشروط یعنی LWOP اعتقاد دارن. تو این وضعیت قشنگ دعوای بین اون انتقامه و حقوق بشر رو میتونیم ببینیم. هر چیزی تاریخ انقضا داره، مثل ماست تو یخچال. دوره انقضا برای احکامی که به اعدام محکوم میشن تو کره جنوبی 30 ساله. یعنی اگه حکم اعدام بعد 30 سال اجرا نشد، خود به خود اون حکم لغو شده و دیگه اون فرد اعدام نمیشه و عملاً منقضی میشه حکم اعدامش. حالا یه سری بحث‌ها در مورد لغو این دوره 30 ساله وجود داره، به ویژه به خاطر یک زندانی که بیشترین تایمو توی صف اعدام گذرونده و مردم نگرانن که حالا شاید این فرد اعدام نشه. خب مثلا اعدام نشه و بمونه تو زندان، خب چی میشه؟ در صورت که آزاد نمیشه، حداقل بذار بمونه، اعدام نشه، زنده بمونه. میدونی؟ حقوق بشر، ارزش زندگی. و دوباره این سوال توی مغزم بولد میشه که چرا مجازات اعدام میدی وقتی قرار نیست اجرا بشه، وقتی میدونی دیگه اجرا نمیشه. قشنگ اینه که اون ماستر رو خریدی، میدونی کلا نمیخوریش و میدونی تاریخ انقضا داره، ولی بازم اون ماستر رو میخری، میذاری توی یخچال، فاسد میشه و بعد میندازیش. خب چرا؟ In the first place, why you do that? اصلا چرا یه حکمی رو میدی که نمیتونی اجراش کنی؟ حالا بیاین وضعیت آمریکا رو بررسی کنیم. اعدام تو سطح فدرال و توی 27 تا ایالت وجود داره، اما اجراش از یه مارپیچ‌های خیلی سختی عبور میکنه و توی 23 تا ایالت حکم اعدام وجود نداره و تو 4 تا ایالت از اون 27 تا ایالتی که حکم اعدام توش وجود داره فرماندار تعلیقش کرده. تو سطح ملی تا اوایل سال 2025 حدود 2100 نفر تو صف اعدام بودن. نحوه اجرای اعدام و نظر مردم کره جنوبی و آمریکا رو مورد بررسی قرار میدیم. روش‌های اعدام توی آمریکا lethal injection، electrocution، nitrogen gas and firing squad و توی کره جنوبی تنابه‌دار تنها راه اعدام بوده تا سال 1997 که آخرین اعدام صورت گرفت. آخرین تعدادی که افرادی که توی آمریکا اعدام شدن 12 نفر تا اوایل آپریل. توی آمریکا 67% از مردم تا سال 2021 از اعدام حمایت کردن و راضی بودن و موافقش بودن، لایک دادن بهش، ولی 74% توی کره با اعدام موافق بودن توی کره جنوبی. بیاین در مورد پروسه پیش از اعدام صحبت کنیم. یعنی چه شکلی یکی تو کره جنوبی به اعدام محکوم میشه. این حکم برای حالا جرایم خیلی سنگین مثل شورشه، مثل قتل عمده، مثل سرقت با خشونت و جرایم شبیه به اونه صادر میشه. و نکته مهم اینجاست که این حکما به طور خودکار مورد بازبینی قرار میگیرن توسط دادگاه عالی و توسط دادگاه قانون اساسی. یعنی از نظر قانونی چک میشه. وزیر دادگستری دستور نهایی اجرای حکم رو صادر میکنه. قانون میگه اجرای حکم باید ظرف 6 ماه انجام بشه. یعنی ظرف 6 ماه طرفی که امروز مثلا حکمش اومده اعدام بشه، از امروز وقت داری تو اعدامش کنی تا 6 ماه دیگه اعدام باید صورت بگیره. ولی خب میدونید که هیچ اتفاقی نیفتاده از سال 1997 تا به امروز. و یه نکته خیلی جالبم اینجاست که
غالبا تا خود روز اعدام خود زندانی از اینکه قراره امروز اعدامش کنن هیچ خبر نداره و یهو میان میگن که عزیزم چند ساعت دیگه میخوایم بریم اعدامت کنیم، پاشو وسایلتو جمع کن، آخرین وعده‌ای که میخوای بخوری و بگو چیه، بریم اعدامت کنیم. بریم سراغ آمریکا. این روند و پروسه اعدام توی آمریکا کاملا متفاوته نسبت به کره و خیلی پیچیده است. اول دادستان به طور رسمی اعلام میکنه که ما خواستار اعدامیم. بعدش پرونده به محاکمه‌های دو بخشی همون بایفورکیت میره. تو بخش اول میگن که آقا طرف گناهکار هست یا نیست. اعلام باید بشه، مشخص باید بشه که این طرف گناهکار هست یا نیست. اگه گناهکار بود میره تو بخش دوم. هیئت منصفه باید به این سوال جواب بدن که آقا حکم اعدامو به این طرف گناهکار میدی یا نمیدی. این هیئت منصفه کیان؟ این هیئت منصفه انتخاب میشن شهروندانی هستن که موافق اعدامن، یعنی باید تو با اعدام موافق باشی. حالا باید بای دیفالت تو باید با اعدام موافق باشی تا بتونی جزء این هیئت منصفه باشی و بعدش حکم اعدام بدی یا ندی برای اون اسپسیفیکلی اون پرسن و اون کیسی که اتفاق افتاده. بیشتر وقتا توصیه هیئت منصفه باید به صورت ناشناس ارائه بشه. بعدش هم مرحله تجدید نظر شروع میشه که حالا خیلی لایه‌های زیادی داره و بعد میره مثلا دادگاه‌های ایالتی و احتمالاً یه سری بررسی‌های فدرال مبنی بر حکم اعدام صورت میگیره و طرف هی مثلا اعتراض میزنه به حکمش. مثل آخرین پرونده‌ای که خوندم فکر میکنم براد کیت سیمنز بود که 3 بار درخواست تجدید نظر داد و 3 بارش رد شد و در آخر هم توی می اعدام شد، ماه می اعدام شد. یعنی کلاً اعدام، دوره اعدام یه پروسه‌ای خیلی پیچیده است و طولانیه. خب حقم دارن دیگه، داری جون یکی رو میگیری. همچنین دادستان کل تو سطح فدرال اختیارات مربوط به اعدام رو داره و این یه سیستم طولانی و پیچیده رو پیچیده تر کرد. الان بریم دوباره برگردیم سراغ کره جنوبی. با توجه به توقف اجرای حکم اعدام تو کره جنوبی، ایده حبس ابد بدون آزادی مشروط کم کم شروع شده ولی رسما وجود نداره. با توجه به توقف اجرای حکم اعدام توی کره جنوبی، ایده حبس ابد بدون آزادی مشروط کم کم شروع به بولد شدن کرد، ولی خب رسما وجود خارجی نداره همچین چیزی. ولی قانونگذارا کم کم به فکر اینن که اینو بیارن توی قانون، بیارن اجرا بشه و اجرایی بشه. الان در حال حاضر حکم حبس ابد با آزادی مشروط بعد از 20 سال وجود داره که تو بعضی از موارد هم موجب یه سری نگرانی‌ها شده. برای همین حالا دارن فکر میکنن که LWOP رو بیارن جایگزینش و فکر میکنن که LWOP یعنی حبس ابد بدون آزادی مشروط به همون اندازه شدید نسبت به اعدام، یعنی میتونه یه جایگزین اعدام باشه. ولی آیا حبس ابد بدون آزادی مشروط واقعاً جلوگیری میکنه از جرم و جنایت؟ اصلا وضعیت زندانیا چه شکلیه؟ آیا این از نظر قانون اساسی سیستم معتبریه؟ نظر آمریکا در این باره: حبس ابد بدون آزادی مشروط LWOP به شدت تثبیت شده و بله این گزینه هم تقریبا تو همه جا در دسترسه. بیشتر وقتا اعضای هیئت منصفه اونو ترجیح میدن به اعدام، اما خود همین LWOP یه جوری مورد بحث قرار گرفت و یه جوری میگن این اعدام پنهانه و آمریکا بیشترین جمعیت زندانیای حبس ابد بدون آزادی مشروط رو توی کشورش داره تو جهان که منتقدا به نبود امید، هزینه‌های مراقبت حالا برای کل عمر اون افراد زندانیا و تاثیر بدش رو افراد به خصوص سیاه‌پوستا اشاره داره. چرا اعدام؟ کره جنوبی جواب میگه مردمم میگن یه نوع انتقامه و میگن باید باشه. یه سری‌ها میگن جلوی جرایم رو میگیره. تا در مقابل میگه تو آمریکا هم مردم میگن عدالت برای قربانیان و خانواده‌شون و باید اجرا بشه. به خاطر انتقام، به خاطر جلوگیری از جرم و جنایت هایی که در آینده قرار صورت بگیره، یه سری یه جورایی انگار از ریشه دارن یه چیزی رو حذف میکنن که این ایده اعدام تنها تنبیه عادلانه. کره جنوبی. حالا بریم نظر مخالفا رو ببینیم. مخالفای اعدام. یه سری مخالفت ها وجود داره واسه هر چیزی، هر جایی، واسه هر قانونی یه سری مخالفا وجود داره. نظر مخالفان کره جنوبی نسبت به اعدام رو میگن، یه سری میگن به خاطر حق زندگی، به خاطر کرامت انسانی و شاید سیستم اشتباه کرده باشه و به اون حکم اعدام بده، شاید بیگناه باشه و یه بیگناه اعدام بشه. و تو آمریکا میگه مخالفت اصلی به خاطر اینکه تو قانون اساسی ماده 8 مخالفت میکنه با مجازات‌های بیرحمانه و غیرعادی. مخالفا میگن
شاید یه بیگناه اعدام بشه. هزینه‌های اجرای اعدام به خاطر طولانی بودن پروسه تجدید نظر اینا خیلی زیاده بوده، چند میلیون دلار بیشتر از پروسه ابد بدون آزادی مشروط و نیاز به وکلای تخصصی داره، زمان زیاد دادگاهه، به اضافه مسائل مربوط به تبعیض در اجرا، نابرابری‌های نژادی، اقتصادی و مشکلات اساسی تو عملکرد سیستم بدون خطا یا تأخیر هم مطرح. زمان همه چی عوض میکنه. بریم یه خورده تاریخ بخونیم. کره جنوبی قبلا از روش‌های خیلی وحشیانه استفاده میکرد برای اعدام و حالا برای ایجاد عدالت. این اعدام توی کره جنوبی همونطوری که اول ویدیو گفتم تو سال 1997 بود و یه سری پرونده هایی حالا توی این بین از سال 1997 تا به الان ایجاد شدن که باعث شدن یه سری قانون، یه سری تغییرات توی قانونی که وجود داشت ایجاد کنن. مثلا پرونده لانیان ستیک مسائل حقوقی مثل دوره انقضا رو به وجود آوردن و میخوام بگم آره، با اینکه قبلا اینا بودن ولی با گذر زمان قانون عوض شده، انسانی تر شده و سعی کردن اینا با انسانیتشون و سعی کردن اینا یه خورده قوانینشو انسانی تر کنن، حقوق بشر براشون مهم شد. تو آمریکا هم تاریخ یه سری پرونده های وجود داشتن، مثل پرونده فرمنت تو سال 1972 که اجرای اعدام ها رو برای یه مدت متوقف کرد، ولی خب دوباره پرونده گرگ اومد و تو سال 1976 با قوانین جدید اجازه اجرای حکم‌های اعدام رو صادر می‌کرد. یه سری پرونده هایی بعدش مطرح شد که یه سری محدودیت ها برای این اعدام صورت گرفت، مثلا محدودیت برای اعدام بچه‌های زیر 18 سال، محدودیت برای اعدام افرادی با اختلالات روانی یا شرایط خاص و همچنین پرونده اتکینز خیلی از بیگناه‌ها که به اعدام محکوم شده بودن آزاد شدن و این نشون میده که سیستم بعضی وقتا اشتباه میکنه و اشتباهش رو باید بپذیره و تاوان بده. ولی خب کی در اینجا تاوان میده؟ اون طرف بیگناهی که داره مجازات میشه. کارشناسای جرم شناسی اکثرا تایید میکنند که هیچ مدرک قطعی بر اینکه مجازات اعدام بهتره و بازدارندگی بهتری داره نسبت به حبس ابد بدون آزادی مشروط وجود نداره. تو ایران به دلیل تعداد زیاد جرائمی که مشمول مجازات اعدام هستن، مثل جرم سیاسی، جرم جنسی و نرخ بسیار بالای اعدام که با استفاده از روش‌های مثل طناب دار، بعضی وقتا سنگسار و یا فایرینگ اسکواد اون رو از سایر کشورها متمایز کرده و نگرانی‌های اساسی هم در مورد محاکمه‌های عادلانه و رعایت فرآیند قانونی اعدام وجود داره و در آخر عدالت با قانون به دست نمیاد. این ویدیو هم تموم شد. مرسی که این ویدیو رو دیدین. یادتون باشه سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارین و اینجا کرای بیبیه و انیان. Don't cry, hey little baby, don't you cry, my little baby, don't cry, don't be such a cry baby, cry baby, cry baby.